در اینجا جلال الدین بلخی یکی از بزرگترین شاعران فارسی زبان درس خوانده است. در این خانقاه که با نام پدر مولانا خانقاه بهاءالدین ولد در ولایت بلخی افغانستان معروف است. بشنو از نی چون حکایت میکنه و از جدایی ها شکایت میکنه. از خانقاه بهاءالدین که در عصر 13 مدرسه پرآوازه زمان خودش بوده است، حالا گنبد و دیوارهای فرو رفته باقی ماندند. آنهایی که به زیارت میگویند که گریه‌شان میگیرد. حضرت مولانا یک شخصیت والا و بزرگ است در جهان. ما حس خوب بر ما رخ میده، ولی همین که خرابه هایش میبینیم که تو مخروبه به این حال انداختگی است، به این حال افتیدگی است، احساس پریشانی به ما رخ میده. خانقاه در ناحیه بلخ در 20 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. دیوارهایش که 110 سانتی متری عرض دارند با خشت خام ساخته شدند. حکومت قبلی افغانستان برای پیشگیری از ویران شدن خانقاه بالایش را با آهن پوشاند، ولی بنابر حضور طالبان در اینجا دیگر کار کردن نتوانست. دولت پیشین وزارت اطلاعات فعلا تلاش کردن، هیئت را فرستادن که در اصل از او نور آقای نوری رئیس باستانشناسی بود، از آمریت پروژه و ترمیم بازسازی هم هیئت ها بودن. اینجا آمدن نسبت تعدیدات بلند امنیتی که ایجا بود، دیگه مخالفین دولت حضور فیزیکی داشتن در ساحه. ما نتانستیم که ساحه را بیاییم اما کارهایی که لازم است انجام بدیم نتانستیم بنابر تعدیدات امنیتی. اکنون طالبان هم میگویند میخواهند خانقاهی که جلال الدین بلخی آنجا زمان کودکیش تحصیل کرده است آباد شود. اول اینکه ما آماده ایم به آنهایی که میخواهند خانقاه را تعمیر کنند کمک رسانیم. دوم اینکه ما تلاش داریم تا زمان آغاز تعمیر مکان تولد مولانا را محافظت کنیم تا از بین نرود. دایر به مکان تولد جلال الدین بلخی که سال 1207 به دنیا آمده است، عقیده های گوناگون وجود دارد. قسم آن را قلمرو بلخی افغانستان و قسم دیگر روستای در بخش تاجیکستان می‌دانند. بنا به نوشته های تاریخی، خانقاه پدر مولانا هنگام حمله مغول‌ها در سال 1221 میلادی ویران شده است، در زمانی که او از اینجا با اهل خانواده‌اش به ایران فرار کرد. فرهنگیان افغانستان میگویند از بین رفتن این مکان علمی و عارفانه برابر با از بین رفتن یک پارچه تاریخی ارزشمند بشر است.